امروز 11 بهمنه 11 و دیدن این عدد یک تصادف نیست. همین الان که این ویدیو رو میبینید یعنی کائنات یک پیام خیلی مهمی براتون داره. من به شخصه باور دارم که ماها چیزهایی رو میبینیم و باور میکنیم که در مسیر همراستایی باهاشون قرار داریم. اعداد، نشانه ها همه جا هستن، جلوی چشم همه میان، ولی فقط یک عده خاصی متوجهشون میشن و درکشون میکنن. ولی سوالم اینجاست که آیا آماده اید که پیامی که این روز مهم براتون داره رو دریافت بکنید یا نه؟ چون اگر آماده نباشید این فرصت رو از دست میدید و این همون چیزی هست که بیشتر آدم‌ها متوجهش نیستن. 11 برای همه کار نمیکنه، فقط اونهایی که بیدار هستن، اونهایی که میدونن دنیا چطور کار میکنه میتونن از این انرژی استفاده بکنن. سوال مهمی که بعد از خودتون بپرسید اینه که آیا شما جز اون دسته خاص هستید یا نه؟ بذارید یک حقیقت عمیقی رو بهتون بگم. مثلا اینجوری بهتون بگم، در طول تاریخ عدد 11 همیشه با مفاهیم بیداری، تغییرات عظیم و همراستایی کیهانی گره خورده. چرا؟ چون 11 یک عدد استادانه است، یک عدد فرشته است. نشانی از این هست که انرژی تو داره قوی تر از همیشه میشه. یه مثال براتون میزنم. هر زمانی که شروع میکنید به مدیتیشن کردن های پی در پی و روی اون فرکانس خوب سوارید، انرژی این دنیا رو میتونید راحت تر درک بکنید. خیلیاتون 11 یا 111 یا 1111 رو خیلی میبینید و این به هیچ عنوان اتفاقی نیست. خودتون رو گول میزنید اگر فکر میکنید که من در مسیر بیداری و آگاهیم و 11 رو دیدم، یک اتفاقه و همه میبینن. اگر رو صفحه گوشیت دائما داری 11 رو میبینی، برای اینه که دائما سرت تو گوشیته، اینقدر که بیکاری. نه، چقدر ممکنه حتی اگر شما 70% روز رو سرتون توی گوشیتون باشه، دیدن اعداد جفت، به خصوص این عدد، خیلی اتفاقی پیش میاد که این رو ببینید. یه چیز جالب بهتون بگم، چند روز پیش من رفتم خرید و خیلی رندوم کسی که میره خرید که دیگه حالا ماست و شیر و سبزیجات رو که حساب نمیکنه، یه خرید تقریبا کلی بود، نه حسابش کرده بودم نه چیزی. اشتباهی که کردم این بود که من فیش خرید رو دور انداختم برای دلایلی که توی مدی مایند بهتون گفتم. جمع کل خریدهای اون روز $1111 شده بود و من باورم نمیشد. اصلا وقتی اون خانومی که داشتن حساب میکردن این عدد رو زدن، اصلا خودش تعجب کرده بود که مثلا چطوری ممکنه که جمع خریدای یه نفر اینقدر مثلا همچین عدد روندی بشه. پس میخوام بهتون بگم اون دسته‌ای که میان و این چیزها رو انکار میکنن رو بذارید کنار و واقعا جدیش بگیرید. اگر دارید نشانه ها رو میبینید، به خصوص اگر دارید این عدد رو میبینید، یعنی اینکه این دنیا با شما کار داره. یعنی تو در نقطه حیاتی زندگیت هستی، جایی که تصمیماتت، افکارت و حتی احساساتت دارن آیندت رو میسازن. لحظه‌ای که ساعتتون رو نگاه میکنید و میبینید که 11 هست، یا حتی مثل امروز وقتی تاریخ رو نگاه میکنید و این عدد رو داره، این یک یادآوریه، یک زنگ هشداره که داره به شماها میگه حواستون باشه. تو الان در یک نقطه حساس انرژیایی هستی. هر فکری که توی ذهنت باشه داره در همین لحظه به واقعیت تبدیل میشه و باید این رو جدی بگیرید. این رو واقعا جدی بگیرید، به خصوص اگر به اون سطح از آگاهی رسیدین که گاهی اوقات احساس میکنید که من واقعا دیروز به فلان چیز فکر کردم و یه دفعه توی زندگیم ظاهر شد. تو الان در یک نقطه حساس انرژیایی هستی. هر فکری که توی ذهنت باشه داره در همین لحظه به واقعیت تبدیل میشه. پس این رو خیلی جدی بگیرید، این رو واقعا جدی بگیرید، به خصوص اگر به اون سطح از آگاهی رسیدین که گاهی اوقات احساس میکنید که من واقعا دیروز به فلان چیز فکر کردم و یه دفعه توی زندگی من امروز ظاهر شد. این یعنی که شما یک بیداری رو دارید تجربه میکنید و به یک آگاهی رسیدین، اون مسیر رو پیدا کردید و طرز فکرتون داره یک کمکی دنیاتون رو میسازه. یعنی اینکه دنیاتون تا حدی تحت کنترل هست.
وقتی که نشانه ها رو دارید میبینید خیلی زیاد حواستون باشه که هر فکری که توی ذهنتون هست به طور مداوم در همین لحظه به واقعیت تبدیل میشه و این خیلی خطرناکه. شاید هم خیلی خوب باشه، بستگی به اون فکره داره. چرا امروز مهمه؟ چرا دارم در موردش صحبت میکنم؟ شاید تو خیلی از پیج های اینستاگرامی هم دیدین و این تا حدی درسته، چون کارما یه کمکی سریعتر از همیشه عمل میکنه. توی این دنیا یه چیزی اتفاقی نیست. خیلی‌ها میگن کارما وجود نداره. خیلی‌ها میگن چرا این حرفا رو میزنی؟ کارما اصلا نیست. کی گفته کارما نیست؟ کارما از قدیم الایام بوده. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این کارماه. برید ببینید و بپرسید که چرا همچین چیزی گفته شد، چرا همچین شعری سروده شد. این یعنی کارما، یعنی که این دنیا یک بومرنگه، هر چی که پرتاب بکنی چه خوب یا بد به سمت خودت برمیگرده. کارما یک نیروی قدرتمنده که همیشه در حال اجراست، اما امروز چند برابر قوی تره. هر چیزی که امروز انجام بدید، هر حرفی که بزنید، هر نیتی که توی قلبتون باشه، با سرعتی غیر قابل تصور بهتون برمیگرده. دیشب توی لایو به من گفتن که این توی ایرانه ولی خارج از ایران کار میکنه یا نه. چرا کار نکنه؟ اینا شادی های کوچیک یا حواس جمع کردن های کوچیک ماست که بهتون داره میگه که حواست باشه. هر روز باید حواست باشه. ولی امروز یک روز خیلی جالبیه توی تاریخ که داره بهت این تلنگر رو میزنه که حواستو جمع بکن. برای اینکه اگر توی مسیر آگاهی هستی، به هر چیزی که فکر میکنی امکان این که خیلی سریعتر توی زندگیت اتفاق بیفته وجود داره. اگر امروز شکایت بکنی، حسادت بکنی، دروغ بگی، انرژی منفی بفرستی، منتظر باید باشی که همون انرژی با شدت بیشتر بهت برگرده و برعکس. اگر امروز خوبی بکنی، ببخشی، شکرگزاری بکنی، ارتعاشت رو بالاتر ببری، منتظر باش که معجزه پشت معجزه برات اتفاق بیفته. نه امروز، هر روز. ولی امروز یک تلنگره که بهت میگه ببین بیدار شو، بیدار شو، از امروز شروع کن. حتی اگر روزهای قبلی حواست نبوده، اشکال نداره، از امروز شروع کن. پس حواستون باشه که چطوری از این انرژی استفاده میکنید، چون که 11 داره به شما این فرصت رو میده و این یک فرصت خیلی مهمی هست. 11 چه توی ساعت ببینیدش، توی اعداد ببینیدش، روی دیوار ببینیدش، شماره تلفن یک کسی رو ببینید که مثلا 1111 آخرشه یا 111. اینا نشانه های بیداریه، نشانه های آگاهیه. همه میبیننش ولی همه درکش نمیکنن. یه چیزی بهتون بگم، من با چند نفر داشتم هفته پیش صحبت میکردم و میگفت طرف که من تا حالا عدد اینجوری جفت ندیدم و شماره تلفن یکی از دوستان مشترک ما چند نفر اینجوری تموم میشه 1111 آخر این شماره تلفنه. گفتم اگه فلانی دوست تو نیست؟ گفتش که چرا؟ گفتم خب این هر دفعه که به تو زنگ میزنه شماره تلفنش آخرش 1111 داره، خب توی روی گوشی تلفن تو میفته. و گفتش که راست میگی، من اصلا ندیده بودم، درکش نکرده بودم. برای این میگم همه میبینن ولی همه درکش نمیکنن. مثل همون مثالی هست که من براتون راجع به پول زدم. گفتم که راههای بسیار بیشماری وجود داره که شما رو به یک درآمد میلیونی، به یک درآمد بالاتر میرسونه. این راه همیشه بوده، همیشه هست، همیشه خواهد بود. هم قبل از شما بوده، هم بعد شما خواهد بود. اما شما زمانی درکش میکنید که در اون لول آگاهی قرار دارید و میتونید ببینیدش. یه چیزی وجود داره و من ازش آگاهم و درکش کردم، یعنی که فقط اون وجود داره. این دوتا با هم خیلی فرق داره. شما زمانی از وجود یه چیزی آگاه میشید و درکش میکنید که در اون مسیر بیداری قرار بگیریم. حالا چطوری از قدرت 11 استفاده بکنیم؟ الان وقتشه که بفهمیم چطوری میتونیم این دروازه انرژی رو به نفع خودمون باز بکنیم و مسیر رو عوض بکنیم. باید چند تا چیز رو رعایت بکنید. اولیش اینه که روی چیزی که میخواین تمرکز بکنید، نه چیزی که ازش میترسید. من حتی توی ماه نو بهتون گفتم، توی همراستای سیارات بهتون گفتم، جهان ذهن شما رو میخونه. اگر همیشه به ترس‌ها و مشکلاتت فکر بکنی،
اونها رو جذب میکنی. ولی اگر از امروز که یک تلنگری هست برامون تصمیم بگیرید که فقط روی خواستهای خوبتون تمرکز بکنید، روی چیزهایی که عاشقشونید تمرکز بکنید، امروز اون تلنگره هست که داره بهتون میگه که این کارو بکن و ببین که چطوری زندگی شروع به تغییر میکنه. دومین مورد، از همین حالا اگه حتی با ویدیوهای قبلی من شروع نکردید، از امروز شکرگزاری رو شروع بکنید. حتی برای چیزهایی که هنوز ندارید شکرگزاری بکنید، حتی برای اون چیزهایی که هنوز نداریدشون. و یک تکنیک خیلی قدرتمند وجود داره. اگر چیزی رو قبل از اینکه به دست بیاریش برای داشتن شکرگزار باشی، جهان اون رو خیلی زودتر بهت میده. اگر چیزی رو قبل از اینکه به دست بیاری برای داشتن شکرگزار باشی، جهان اون رو خیلی زودتر بهت میده. پس همین الان ازتون میخوام که یک لحظه چشماتون رو ببندین و تصور بکنید اون چند تا چیزی که براتون تو اولویت قرار داره و میخواین بهش برسید رو دارید. اون حس رو احساس بکنید. همینجا، همین الان من صبر میکنم و برای داشتن شکر بکنید. من یک چند لحظه ای مکث میکنم و شما این کار رو انجام بدید. چند ثانیه بهتون وقت میدم. یکی دو تاش رو توی ذهنتون بیارید و همین الان حسش بکنید و برای این که توی زندگیتون داریدش شکرگزار باشید. شکرگزار باشید برای اینکه داریدش. حسش بکنید که من الان دارمش، چقدر خوشحالم، چقدر شکرگزارم، مرسی که خدا، کائنات، انرژی عظیم این جهان، مرسی که به من دادیش. مورد بعدی، گذشته رو ببخشید و رها بکنید. 11 دروازه ورود به آینده است و شما نمیتونید با بار اضافی گذشته واردش بشید. اگر هنوز توی ذهنتون و قلبتون کینه نگه داشتید، اگر هنوز توی حسرت اشتباههای گذشته هستید، هیچ تغییری اتفاق نمیفته. پس امروز به خودتون این قول رو بدین که هر چیزی که بوده تموم شده و از امروز فقط به جلو حرکت میکنم. از امروز فقط به جلو حرکت میکنم. هر چیزی که بوده رو بذارید کنار، تموم شده رفته. چه خوب چه بد اتفاق افتاده و من الان در نقطه‌ای از زندگیم هستم که دیگه نمیتونم به جنگ گذشته برم. اشتباه کردم، با هم بد رفتار کردن، خودم رو کوچیک کردم، خودم رو زیر پا کردم، خودم رو دوست نداشتم. هر چیزی که بوده بذاریدش کنار. اتفاق افتاده، باهاش به صلح برسید و درش رو ببندید. جنگ اعصاب من الان فقط آیندم رو خراب میکنه و گذشتم رو بهبود نمیبخشه و این یک موضوع خیلی مهمی هست. گذشته ما گذشته، هر چقدر هم که بد، هر چقدر هم که ما ازش صدمه دیدیم، ازش ناراحتی کشیدیم، ولی درک این که من این هنر رو پیدا بکنم که گذشته رو به گذشته بسپارم، یک چیز خیلی مهمیه. میخوام امروز هر زمانی که این ویدیو رو دیدید، اصلا پورتال 11 یک تلنگره، شما هر زمانی که این ویدیو رو دیدید این کار رو انجام بدید. یک تصمیم جدید بگیرید. یک تصمیمی که شما رو میتونه به اهدافتون نزدیکتر بکنه. و الان شماها دو تا راه دارید. یا این حرفا رو بشنوید و بعد دوباره برگردید به زندگی قبلیتون، همون جایی که همیشه بودین، یا این که از امروز، همین الان که این ویدیو رو دیدین، به خصوص الان که 11 هست، یک تغییر ایجاد بکنید. یک تصمیم جدید بگیرید، یک ارتعاش جدید بفرستید. 11 لحظه‌ایه که توش واقعیت زندگی شما شروع به تغییر میکنه. پس اگر آماده این تغییر هستید، بهتون از صمیم قلب پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم که نشانه هایی که سر راهتون میاد رو جدی بگیرید. این نشانه ها برای همه نیستن، معنای جادویی و خاصی هم ندارن، فقط این که دارن به شما تلنگر میزنن که اگر دیدیش، اگر درکش کردی، حواست بهشون باشه.
سعی میکنم یک فرکانس خیلی خوب رو براتون آماده بکنم، مدیتیشن و فرکانس، اون چیزی که خودم امشب انجام میدم رو امیدوارم که برسم و بتونم که باهاتون به اشتراک بذارم. انرژی خوب برای همتون و تو قسمت کامنت ها بنویسید 11 دلم میخواد زیر این ویدیو پر بشه از عدد 1111 111 هر چیزی که دوست داشتید، ولی اگر این ویدیو رو دیدید تو قسمت کامنت ها بنویسید 11.